خداوند به توفیقات برادرای خانه گورجوی بیافزاید با یک توافق کلی امیرا را آزاد نه و تشکر از رشتفیدای خوش روز آقای نوری خلاصه ده مورد همکاری ده خداوند عزتمند تک تکشان داشته چخشار نکن برادرای خوشروز وقت اند شما سلام علیکم و رحمت الله انشالله که جور و سلامت صحتمند باشین با کمال و امتنان و تشکری فراوان از کل برادرای قریه گوهرجای و از کل برادرای خوشروز درش آقای نوری صاحب کربای صاحب حسینی خداوند با توفیقات عزتمندی شما برادرها بیافزاید واقعا شمیر با کمال برادری اخلاص صداقتمندانه همین راه را آغاز کردین خداوند هر چی خوبی های شامل شما قریه کنه ان شاء الله سلامت سرفراز باشین برادرها تشکر ذاتی و سوزوار کی از اینا از تک تک آقای حسنی صاحب یک سنکلبه از نام دارد از غلام حسن زوار از کل برادرها خداوند شما را سلامت داشته باشین تشکر از برادرای خوشروز سرک امروز انشالله با یاری خدا و امید سرک از مو قوما نماینده صاحب اومدک سرک را در آف امید رد نه طرف مسجد ان تا چهارشنبه انشالله فامید نماینده فامید رشته‌فدای منطقه هم ده فامید در آف پرشود نله خلاصه این امروز بدون کدام جر جنجال ساکت قرار فامید کار از مو انشالله پیش رفته دیگه گپ ختمه دیگه انشالله تشکر از قومای عزیز از مو هر کس که بیننده از سلام از ما برای همه درست کرد کسی میبینه سلامت باشی با عزت باشی بسیار تشکر از همه شون سلامت باشی تشکر سلامت باشی دست همه شون درد نکنه برادر زنده باشین خدا شما رو خیر بده تشکر از شما دیگه آقای صادق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم با کسب اجازه از کل برادرها البته دیگه بخشش باشه با سپاس امتنان تشکری فراوان از عمومی برادرای قریه گوهرجوی خداوند به عزتمندی تک تک از این برادرها بیافزاید و همچنان تشکر از آقای کریمی صاحب نماینده مردم کمرک و همچنین بقیه برادرها رشته‌فدای قریه خوشروز که همیشه در کار خیر برادرای خوشروز پیش قدم بوده خداوند عزتمندی تک تک از اینا را 1000 برابر کنه اینو الحمدلله با توافق کلی سرک از سنگ انگرو میگن دیگاره از زمونجی خلاصه گرفتم شد تا اطراف کل پخته کاریم چک مقدارش باز خلاصه این تمایه حلقوی مره تا مرز چهارشنبه ده این میرمی برادرها توافق کردن دیگه نخواهان کمک همکاری از شما برادرها هست انشالله که درخواست بنی مردم لبیک بگین انشالله را این کار خیر است و از تک تک مهاجرین این تقاضا داریم که دمی کار خیر باید به اسرع وقت همکاری کنه تا که خلاصه پول از اینا آباد شنه این مال خلاصه راه نیست این مال اینجا ده این از پول مثلا چی اونده کمرمزید این طرف مجبور است پول دار نه یک باری عزتمند سرفراز باشین دوستا برادرها خودتون صحبت نه سلامت آقای کریمی صحبت که صحیح آقای کریمی صحیح کلا بگید همه نمایه این جانب کریمی خدمت برادران مهاجر در هر نقاط کشورهای مختلف زندگی این سلام درود بر شما زیاد باد بعد از سلام خدمتی تک تک شما عرض مونی که این برادرای گوهرجوی از ما بند کمک بیرو بود یک زمانا برادر جان شیر مجید نداشت اینمی مردم را کس دختر نمیدید نگو دخنه گوجوی نه دختر بیدید نه دختر بیگری نزدیک مجید نداره باز الحمدلله مجید جور کردن این مال برادر جان شیر رای از جا مسدوده به خاطر از اینکه امسال بارندگی الحمدلله زیاد بود پول از یار آب برده ولی مردم برادر جان شیر نه دوشو مره نه ایسو شاگرداش مکتب رفتن هم نه اگر از رای لرسنگا مره روز خدا نوری یارسن کوینه این مال برادر جان شیر در دشت من در شما
مهاجرین عزیز تقاضامندی که خنجقه جای همکاری ده می پول جای جور شنه یا توافق رسیده برادر جان شیر سرک هم وصل شنه از پول از سنگ انگرو گرفته بعد امیتر دور خورده تا مرز چرشنبی را. اینی بود تقاضای از ما از مهاجرین عزیز خصوصا از برادرای خوشروس. برادر جان شیر یک بسیدنه مسافری که مدرید در خنجقز مو کمک نقدمی مسافرینی که از قامای خوشروز و در درد از موید نخورده شکنیم و پیسه دلار شما را دیگه وقت نداره. خدا حافظ. یک جمله دیگه تشکر از کلبای صاحب حسینی که در مدت زمان خیرش بخش جامعه رسیده در کار خیر پیش قدمه. دیگه ما از ویدیو زیاد مرفته بوده که صحبت کنیم. تشکرشون کلبای صاحب کلبای صاحب مستفید از موی تو. سلام از این طرفی مستفیدانی حضای خوشروز با شمولی آقای سعادت و آقای کریمی صاحب که نماینده کل کمبرده بخش مهاجرین خوشروز و غیر خوشروز چی برادرای جودی باشه چی برادرای خوشروز باشه از این طرف برادرای سلام در کل بیشون برسد. یعنی برادرای این سال یا پول نداشت پول مالم نداره شاگردای مکتب شی خلاصه ناکامه نه از این دور را داره نه از این دور از پول کرمزید نمیرسه از اون پولم که دوره. امی تقاضای برادرای نمیه که مقدار کمک اگرچه روی هم نداره به خاطری که همیشه روی طرف از شما بال بده یک کم از طرف از مو کوتاهی هم ده ولو که هم ده از شما گذشت کن کوتاه باین از سر تقصیرات از مو در گذشتیم دیگه مقدار کمک در این مسئله اگر بیتینین هم کاری کنین خیلی خوبه دیگه از این طرف از مو دیگه خدا آقای بجان نجات شما کار ندونید با سلامت یک دنیا ممنون سلامت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترامات و خسته نباشید خدمت عمومی برادرها ارجمندا ان شاء الله جور صحتمند باشین. برادرها الحمدلله برادرای گورجوی توافق کردن که امی پول رم درست کنه و در عین حال از خامه از پخته که نمیشه دیگه سرک از بین کشت ببره طرف قریه و مسجد لا مرز برادرای چهارشنبی. اصل صحبت هسته میگن زمین اینجا هسته. این مثل زمین که خلاصال گفته چه که از دوستا رفته بودن در کابل رفته زیر پول کوته سنگی سر داد گفت الله سخت به عقل دولت بده در ها از کجا پول در کجا بستگی حالم خلاصه از این بشارگو پول در کجایه و آب از اینا در کجایه. یعنی میره برادر توافق بایشته که سر زمین پول یعنی میره سر بلب برادر تا امی حدی همون شش پایی که هسته یعنی تقام سنگرش نه یک 80 سانتی بر زمین سنگرش نه دیگه سرکم طرفی گوجو این زمین خارجی موره که روز برادرها سنگشتن. سلامت باشی برادران. در این مورد یک همکاری قراردادی برادرها اگر داشته باشین هر نظریت که دیرین دیگه خداوند انشالله قبول کنه عزتمند و سرفراز باشین برادرها دست همهشون درد نکنه. یعنی هم باران هم نم میباره و این پول برادرها کرایش مسدوده شاگرداش هم مکتب رفته نمیتونه فقط مثل آردو سرکوی پختکاریش نه دیگه خود پول مشکل نیست برادرها. شما امرای جناب کمک نه. سلامت باشین برادر.